من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نفی الوهیت از مریم علیه السلام. الله سبحانه و تعالی مریم که نظر الهی بود و در عبادتگاهی از عبادتگاه‌های بیت المقدس به عبادت خدای کریم مشغول بود و الله تعالی بدون مس بشر به ایشان فرزندی عنایت کرد بسیار برومند. اکنون مسیحی ها نسبت به مریم و فرزندش اعتقاد الوهیت را و اعتقاد معبودیت را داشتند، یعنی حضرت مریم را هم عبادت می کردن، پرستش می کردن و حضرت عیسی علیه السلام را هم عبادت جانی و مالی و زبانی می کردن. الله سبحانه و تعالی از این اذ قالت الملائکه نفی الوهیت از مریم را بیان می کند که مریم هم مثل بندگان دیگر خدا او مامور عبادت الله بود. بله، فضیلت هایی که خدا به مریم داده بود اینها عنایات رب العالمین بودند. یاد کن اون لحظه را که فرشتگان خطاب کردند به مریم که یا مریم، فضائل و فرائض مریم، این فضائل بعد فرائض مریم میان. ای مریم، یعنی الله تعالی میگه مریم مثل بندگان دیگر الهی مورد عنایت هم بود و بنده خدا و پرستش کننده الله بود. ای مریم ان الله اصطفاکی، الله تعالی تو را برگزیده است. فضیلت اول در طفلی مقبول گردانی و طهرکی، و خدا هست که شما را پاک کرده از تمام ضمائم، چیزهای بد، کبائر. و اصطفاکی، و خدا شما را برگزیده بعد از بلوغت، یا اینکه بیان اول است الله تعالی شما را برگزید در طفلی مقبول کرده. و اصطفاکی، و الله سبحانه و تعالی شما را برگزید بعد از بلوغت. شما برگزیده خدا هستید علی نساء العالمین، بر زنان جهانیان زمانی که تمام زنانی که در زمان شما بودن تو بر همه برگزیده هستی و بهتری و انتخاب شده ای. حالا فرائض مریم را بیان کرد. یا مریم اقنتی، مریم مثل بندگان دیگر تو عبادت کن لربک، خاص برای پروردگار، تنها و تنها برای رب عبادت کن و نوع عظیم عبادت وسجودی، خاص برای خدا سجده کن، ورکعی، خاص برای خدا رکوع کن، مع الراکعین، با رکوع کنندگان، با آنهایی که رکوع میکنن تو تنها برای خدا رکوع کن. رکوعت فقط برای خدا و سجدت هم فقط برای خدا، لحاظا کسی دیگر را عبادت نکن. که این مع الراکعین معنیش که نماز با نمازخوانان در معبد بخوان. این ملازمه محراب عبادتگاهش بود که به بیت المقدس وصل بود. شما هم با اون عبادت کنندگان عبادت کنید، با رکوع کنندگان رکوع کنید، با سجده کنندگان سجده کنید. رکوع و سجده شما با رکوع کنندگان و سجده کنندگان. یعنی الله تعالی میگه مریم که معبود نبود، مریم مسجود نبود، مریم خودش ساجده و راکعه و قانته رب العالمین بود. اکنون این داستان مریم، داستان حضرت زکریا و عیسی که بیان بندگی این بندگان را می کند، هم دلیل برای رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست. پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی در زندگی خودش
هیچ استادی و دبستان و دانشگاهی درس نخوانده و تاریخ گذشته را بیان می کند بدون خواندن این تاریخ حضرت مریم را، تاریخ حضرت زکریا را و یحیی را خود به خود این دلیل نبوت پیغمبر هست که پیغمبر علیه السلام از عالم غیب از وحی الهی این حرفها را میزند و از طرف خودش هیچ بشر ناخوانده تاریخ بشر را بلد نیست. ذالک من انباء الغیب، این سیرتی که برای مریم بیان شد و زکریا علیه السلام بیان شد، این سیرت و این اخبار و قصص از اخبار غیب هستند. ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم، اخباری که غایب بودن از شما، نوحی الیک، ما اینها را به جانب شما این اخبار گذشته را وحی میکنیم و شما نبودی ای پیغمبر حاضر نزد این بنی اسرائیل که هنگام برای کفالت حضرت مریم با هم منازعه داشتند، اختلاف داشتند و نتیجه به قرعه کشید مسئله آنها و قرعه زکریا در آمد که تکفل بکند، شما کنجا حضور نداشتید. این هم دلیلی هست که شما نبی برحق هستید و از عالم غیب با وحی الهی حرف میزنید. و ما کنت، و نبودید شما حاضرن لدیهم، حاضر نبودید نزد این بنی اسرائیل هنگامی که انداختند قلمها را در آب که کدام یکی از آنها کفیل مریم می شود، شما آنجا حضور نداشتید. پس اینها همه اخبار غیبن که من برای شما میگم. نه شما حضور داشتید و نه تورات و انجیل خوانده اید و نه زبور خوانده اید و نه تاریخ که مکتوب شده، شما که هیچی نخوانده اید، همش از عالم غیب هستن به دلیل رسالت شما. و نبودید شما حاضر نزد آنها اذ یختصمون، وقت خصومت میکردن قبل از قرعه کشی آنها درگیر بودن. هر کسی میگفت من مریم را تکفل میکنم و سرپرستی میکنم. الان جواب شبهه نسبت به حضرت عیسی علیه السلام، او نمیتواند معبود قرار بگیرد که نصارا او را معبود قرار داده بودند، بلکه او خودش مخلوقه و خلق شده است. و مخلوق چطور میتواند معبود بشه؟ معبود خالق است. یاد کن اون لحظه را که فرشتگان گفتند ای مریم، الله تعالی شما را بشارت میدهد به یک کلمه ای که از خدا هست، کلمه ای که مخلوق خدا هست. این کلمه را الله تعالی به صورت حضرت مریم، به صورت حضرت عیسی در بطن مریم پیدا کرد. کلمه کن اثر گذاشت، کلمه ای که از جانب خدا هست. اسم آن کلمت الله المسیح هست. مسیح دو ماده دارد، از مس هست یا از صحت هست و میم زایده. از مس باشد چون حضرت عیسی بر کوره ها و بر ابرصها وقتی دست مبارک را میمالید اینها سالم میشدن به اذن الله. به این خاطر او را میگفتن مسیح، مسکننده. بر هر مریضی یا حتی بر هر کور مادرزادی وقتی به نام بسم الله میکرد و نام خدا را میگفت و دست میمالید بینا میشد. به این خاطر اینها مسیح میگن. یا از ماده صحت است، میم زایده، صحت به معنی گردش. حضرت مسیح در زندگی خانه و کاشانه نداشت، همهش به گردش. بله، به این خاطر که همهش در سیاحت بود و دعوت و تبلیغ بود، ولذا حضرت عیسی علیه السلام را مسیح به این خاطر گفتن. خب مسیح عیسی نام مبارکش هست، مسیح لقبش هست، ابن مریم است، ابن الله نیست. نعوذ بالله ولد و زنا هم نیست. فقط الله تعالی عیسی را از یک صنف خلق کرد. اکثر مخلوقات و همه مخلوقات از دو صنف که ذکر و انثی باشند خلق شدند و عیسی علیه السلام فقط از مادر پیدا شده، پدری ندارد.
عیسی که ابن مریم است. این تردید یهود از لعنتی ها حضرت عیسی علیه السلام را ولد الزنا می گفتند و همچنین تردید نصارا است که عیسی را یک فرقه می گفتند خدا به صورت عیسی ظاهر شده، الله است لیکن به صورت مسیح است، ان الله هو المسیح ابن مریم. و بعضی گفتن نه این ابن الله است، الله میگه نه این ابن مریم است، این فرزند زنی هست و الله تعالی پاک است از این که فرزند انتخاب بکند. الله تعالی شما را ای مریم بشارت به یک کلمه ای که حکم خلقتش از خدا هست که نام اون کلمه المسیح و عیسی ابن مریم وجیها، در حالی که بسیار با وجاهت است در دنیا و آخرت، عزت عظیمی نزد خدا دارد در دنیا و آخرت به وجه مقبولیت شفاعت و دیگه به خاطر نبوت الله تعالی او را عزت بزرگی در دنیا و آخرت نصیب کرده و از مقربان الله سبحانه و تعالی هست. علاوه از صفات خارجیه این از مقربان الهی است و صفت وجیها فی الدنیا و الاخره و من المقربین، در دنیا وجیه در آخرت وجیه و از مقربان بارگاه است. و چهارمین بس و یکلم الناس، او کلام می کند با انسانها فی المهد، هنگامی که در گهواره هست، روز ولادت کلام کرد و کهلا و هنگامی که او پیر می شود. این کهلا اشاره است که حضرت عیسی به سن کهولت نرسیده بود، از 40 به بالا کهولت است و حضرت عیسی علیه السلام به سن کهولت نرسیده بود که خدا به آسمانش بود. اشاره ای است که حضرت عیسی به دنیا برمیگردند از آسمان. روایات در این حد قوی‌اند که حضرت عیسی علیه السلام برمیگردند و به رسالت پیغمبر علیه السلام و به قرآن متمسک میشن و انسانها را دعوت میدن. پس این اشاره به کهولت حضرت عیسی است، ورنه در بزرگی هر انسانی حرف میزنه، این هیچ کمالی نیست. کمال اینه که در مهد هم کلام میکنه و کهلا هم کلام میکنه، یعنی در جوانی وقتی میره بعد میگردد. اشاره به ظهور حضرت عیسی است از کهلا. و از صالحین درجه 1 هست. صالحات 4 درجه دارن، نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین عامه. مگر اینجا من از صالحین مراد صالحان درجه 1، یعنی از انبیاء علیهم السلام. وقتی الله تعالی فرشتگان دستور داد که برید به مریم این بشارت را بدهید، حضرت مریم در جواب این بشارت پرسیدن ربی انا یکون لی، به چه کیفیت می شود برای من فرزند؟ حالان که راه فرزند در دنیا راه مشروع غیر مشروع هستند و به هیچ کانالی من مس نشدم، من بشری دست نزده، نه از راه مشروع و نه از راه غیر مشروع. ولم یمسسنی بشر. سوال تعیین کیفیت کرد. کسی که خودش نمیداند خدا او را به چه کیفیت فرزند میدهد تعجب دارد که خدا بشارت فرزند میدهد و سلسله توالد و تناسل در دنیا با ازدواج یا از راه‌های نامشروع هست. اون از مست بشره که من بشری دست نزده. قال كذلك الله، فرشته فرمود بدون پدر، به همین کیفیت. الله یخلق ما یشاء، كذلك الله یخلق، به همین کیفیت که بس نشده ای از بشر الله تعالی خلق میکند آنچه میخواد. ببین حضرت عیسی، حضرت زکریا علیه السلام هم سوال کرد که انا یکون لی غلام وقد بلغنی الكبر و امرأتی آخر، قال كذلك الله یفعل ما یشاء. اونجا فرمود یفعلو، اینجا فرمود كذلك الله یخلق ما یشاء، كذلك الله یخلق ما یشاء. به همین کیفیت که بشر تو را مس نکرده بدون پدر الله خلق میکنه. چرا؟ هر جایی که یک چیزی که معموله او را با فعل تعبیر میکنه
و آنچه که بالاتر از معموله اون با خلق تعبیر میکنه. الله تعالی اونجا گفت که به همین کیفیت بله پدر هم هست مادر هم هست، لیکن خارق عادت اینه که زمان ثمر نیست، زمان فرزند نیست، چون پدر هم پیره مادر هم پیره و نازاه. پس اونجا دیگه زیاد تعجب آور نبود که الله تعالی حسب معمول که به همه میده در زمان فرزند. الله تعالی به یحیی و حضرت خانمش فرزند عنایت کرد. اونجا یفعلو گفت چون تحت اسباب خارق زیاد از عادت نیست. خارق این موضوع است که هر دو تا پیر است، مانع ولد ظاهرا پیریه دیگه چیزی نیست، دو نوع هستن، لیکن اینجا خارق عادت بیشتره و خلق همونه میگن که بالاتر از اسباب و تصور باشه. این خاطر الله تعالی اینجا یخلقو گفت، خلق میکند آنچه میخواهد، فقط مشیت خدا باشد او خلق میکند و انجام میدهد. و اذا قضا امرن، طریقه انجام آنچه خدا میخواهد، آنچه خواهد اینه که وقتی فیصله میکند ایجاد امری را فانما یقول له کن فیکون، باش پس او میشود. خب حضرت مریم بشارت داد که وجیه می آید دنیا و آخرت و مقربی از مقربین کلام میکنه با مردم فی المهد و کلم و از صالحین. وسط حضرت مریم سوال کرد کیفیت فرزند را که چطور به من فرزند عنایت میشه. الله تعالی فرمود به همین طریقه بدون مس بشر. و بعد صفات بقیه فضائل عیسی علیه السلام ادامه کرد. در وسط سوال حضرت مریم بود، جواب رسید و دو مرتبه ادامه فضائل عیسی بودند. اون عیسی را خدا شما را بشارت به کلمه از خودش میدهد. اون چنان کلمه است که یعلمه الکتاب، اون کلمه مخلوق من الله، خدا او را تعلیم میدهد کتاب، حکمت، تورات و انجیل. چهار چیز خدا او را تعلیم میده، هم کتاب او تعلیم میده، هم حکمت و تورات و انجیل. مراد از کتاب چی؟ جمعی از مفسرین می نویسند که مراد از کتاب نوشتن است، یعنی الله تعالی نوشتن به حضرت عیسی می آموزد بدون استاد و بلد نوشتن. نویسندگی، خطاطی الله تعالی به اون نشان میده، بدون استاد او را قلم به دست میکنه و اون نوشته میکنه. حکمت و دانش هم اون نوشته میکنه، تعلیم حکمت و دانش را. و تورات که خب کتابی است که قبل از حضرت عیسی نازل شده بر موسی علیه السلام و همه انبیا که بعد از موسی مبعوث شدن کتابشون تورات بوده، خواندند و تعلیم و تعلم و درس و تدریس کردند. همچنین اولیاء الهی این کتاب را خواندند و درس و تدریس کردند. انجیل خوب کتابی است که بر خود عیسی نازل میشه. الله تعالی این چیز دارد. لیکن بعضی میگه مراد از کتاب قرآن است، مراد از حکمت سنت. و الله تعالی همون روزهای اول به مریم ابلاغ کرد که این را خدا تعلیم میده، یعلمه الکتاب که در آخر زمان میاد، حکمت اون پیغمبر آخر زمان را که احادیث اکثر تعبیر از حکمت شده، دانش شده. و بعد الله تعالی تورات را هم او را تعلیم میده و انجیل را. و حضرت عیسی هم تورات را میخواند برای بنی اسرائیل. تمام احکامات الهی در تورات بودند. انجیل فقط مدح و تعریف و بزرگی و صفات الله بودند. هر دو چیز را حضرت عیسی تلاوت میکرد، تورات را تلاوت میکرد و احکامات همه در تورات بودند. و در انجیل فقط صفات الهی، مثل که آیاتی که ما میخوانیم گاهی صفات خدا را بیان میکنند. مثلا آیه کرسی الله لا اله الا هو الحی القیوم، این همه صفات الهی بیان میشه. احکامات در تورات بود، صفات الهی، مداحی الله، ثنای الله، حمد الله، تسبیح الله، بزرگی الله، کارنامه الله در کائنات و آخرت در انجیل بود. احکام اینجا نبود.
احکامات در تورات بودن. حضرت عیسی هم تورات میخوان هم انجیل میخوان. انجیل بر قلب خودش نازل شد و تورات نازل شده بود و در میان مردم بود و همانطوری که الله تعالی تعلیم داده. و رسولا، این رسولا مفعول بهیه برای فعلش معذوفه و قرار میدهد الله اون کلمت الله را رسولی به طرف تمام بنی اسرائیل. او میگوید این مضامین را به او عنایت نموده که بگوید، او را خدا رسول میکنه را بنی اسرائیل تا که بگوید لیقولا یا یقولو، حضرت میگوید انی قد جئتکم بآیة من ربکم، بنی اسرائیل من پیش شما آیه آوردم از جانب رب شما، آیه تشریع به آیت من ربکم و نشانی برای این که من پیغمبر خدا هستم این معجزات منند. انی اخلق لکم من الطین، اون نشانی که من برای رسالت خودم پیش شما آوردم اولین اینه، تشریح آیه انی اخلق لکم من الطین، من اندازه می کنم، من اخلقو به معنی اصبر، من برای شما تصویر پرنده را می کشم، اون هم مثل صورت پرنده. اخلقو در مسئله اله شما نبودی، خلق دو معنی دارد، یکی خلق به معنی از چیزی را از عدم به وجود آورده، یکی خلق به معنی اندازه کردن و تصویر کشیدن. این اخلقو به معنی اصور و اقدر. فتبارک الله احسن الخالقین. پس خلق اینجا به معنی از عدم به وجود آوردن نیست، خودش تشریحه. من اندازه می کنم برای شما از گل مثل صورت پرنده، گله من تصویر پرنده را درست می کنم و پشت سر فانفخ فیه، پس من در او پف می کنم، دم می کنم، فیکون طیرا باذن الله، او پرنده می شود به حکم خدا. کار من نیست، کار من تصویر کشی پرنده و دمیدن است. او پرنده می شود به اذن الله، من تصویر پرنده را می کشم و من حکم می کنم، او پرنده می شود به اذن الله، حکم خدا، او کار من نیست. و این تصویر کشی را شما هم می کنید و دم هم شما می تونید بکنید، لیکن از اون تصویر شما و از اون دم شما او پرنده نمیشه. این فقط این معجزه من است که من بنده مقرب خدا هستم و رسولم. این کار را هر انسان میکنه. اخلق لکم من الطین کهیئت الطیر فانفخوا لیکن فیکون طیرا باذن الله، فقط اون چیزی را که من دست میزنم و من دم میکنم میشه به حکم خدا. معجزه همینه که خارق عادت هست. خب اون که مال من نیست، خدا هست. اینها برای الوهیت حضرت عیسی علیه السلام، این معجزات عیسی علیه السلام را دلیل الوهیت گفتند. حضرت عیسی علیه السلام میگفت این همه باذن الله هست، من یک مخلوق خدا هستم. و معجزه دومین ابره الاکمه و الابرص، درست میکنم من کورهای مادرزاد را، اکمه کور مادرزاد، و الابرص اونهایی که بدنشون پیچ دارد، همون گلهای سفید سفیدی که در بدن انسان پیدا میشن، نازیبا هم هستن، رنجاور هم هستن، که اطباء زمان حضرت عیسی علیه السلام از ایجاد این کارها گل را پرنده کردن کار هیچ دکتر نبود. این معجزه اول حضرت عیسی بود که به اذن الله میشد. باز بر کورها و بر ابرصها دست میمالید و آنها را الله تعالی صالح میکرد. اینها همهشون به اذن الله هستند. این فرمان خدا دلیله و خدا به هر پیغمبر چنان معجزه‌ای میدهد که انسانهای زمان در برابر آن معجزه عاجز باشند. و مناسب
هر زمان الله تعالی به هر نبی یک معجزه داده. در زمان حضرت عیسی علیه السلام فن دکتری و طبابت خیلی کولاک کرده بود. همه یونانی ها و همه آنها ادعای بزرگ دکتری داشتن، تداوی داشتن، علاج داشتن. الله تعالی به حضرت عیسی چنان معجزه داد که دیگران در برابر آن معجزه عاجز بودند. همچنین در زمان حضرت موسی علیه السلام سحر و جادوگری به اوج خود رسیده بود. چقدر سحرا بودند که حتی سحر به عنوان یک مسئله زشتی در جامعه آن روز مطرح نبود، به عنوان یک به اصطلاح مقامی بود. همانطوری که مهندسی و دکتری و این چیزها به عنوان مقام هستند. حالا مهندس میگن، حالا مهندس امریکایی باشد، لیکن مدعیه، عیب نیست. مهندس کافر چه فایده دارد از اون مهندسی و از اون دکتری؟ یا دکتر کافر. به هر حال این القابها در هر زمان یک عزتی دارند. در زمان حضرت موسی سحر و جادو در میان فرائض به عنوان روحانیت جامعه شناخته میشد و این کلمه بدی نبود یا ایها الساحر که به حضرت موسی خطاب میکردند و التماس میکردند. مثل که عالم، مثل که مولوی، مثل که حجت الله، مثل که آیت الله، اینها لقبند، اینها مذمت نیستند. خلاصه به حضرت عیسی علیه السلام الله تعالی معجزاتی داد که اطباء زمان عاجز بودند. تا الان هم این مرض پیس را کسی نمیتونه علاج کنه. دست مبارک عیسی به امر الله علاج میکنه. کورهای مادرزاد را کسی نمیتواند چشم بده. همینا که چشم دارن چشمهاشون تاریک، دکترها سالهای سال زحمت کشیدن حالا شاید اگر موفق آمیز بشه جراحی چشم و لنز هم موفق آمیز گذاشته بشه جلوی پای خود را یکی ببین. که حضرت عیسی علیه السلام دست میگذاشت بینا میشد، فوق العاده بینا میشد. خب این بود که دکترهای زمان را عاجز کرد حضرت عیسی علیه السلام. معجزه هم معنیش همینه، یعنی عاجز کننده غیر نبی. هر غیر نبی باشد اون عمل نبی آن را عاجز میکنه. به این خاطری نمیگم معجزه، عاجز کننده. خب به حضرت عیسی علیه السلام الله تعالی یک معجزه داد که تصویر پرنده را میکشید و دم میکرد، پس پرنده میشد باذن الله. و ابرئ الاکمه والابرص و احیی الموتی، و زنده ها را هم زنده میکنم، مرده ها را زنده میکنم. لیکن این همه کارها باذن الله. ابرئ الاکمه والابرص و احیی الموتی باذن الله. این اذن خدا به من الله تعالی این معجزه را عنایت کرده که وقتی من مس میکنم بر اکمه و ابرص او سالم میشوند و دارد چشمشون به اذن الله. کار من دست نمیه. و دیگه معجزه‌ای که خدا به من داده، انبئکم بما تاکلون و ما تدخرون. الله تعالی این علم به من داده که شما در خانه خود چه خوردید و چه چیزی را خزانه کردید. شما در خانه این چیز را خوردید و این چیز را خزانه کردید و آمدید. این معجزه است. انبئکم بما تاکلون و ما تدخرون فی بیوتکم. خلاصه ان فی ذلک، در تمام این معجزات نشانی است برای شما، ان کنتم مؤمنین، اگر شما یک ذره ایمان دارید. ای بنی اسرائیل، شما دم از ایمان میزنید، دم از تقوا میزنید، خود را متبع تورات میدانید، لحاظا این همه خرافات را در دین اسرائیل آوردید و داخل کردید. در دین موسی کلیم آخر من نبی خدا هستم، هرچی من میگم اینها دلایل نبوت منن، من نبی خدا هستم، این معجزات من. لحاظا باور کنید و لحاظا نبی مطاع است. در تورات نوشته شده است که انبیا مطاعند، اطاعت کرده میشوند. اولیاء انبیا
موظفن که برای نبوت خود اظهار کنند و اظهار نبوت کنند. انبیاء علیهم السلام بر آنها لازمه که اظهار نبوت و رسالت کنند. لذا اینها نشانی هست که من نبی خدا هستم و هر که نبی باشد باید مطاع بشه. همه غیر نبی ها باید از نبی اطاعت کنند. اظهار معجزات از قدرت اوست، نه از قدرت من. ان فی ذلک لآیة لکم ان کنتم مؤمنین و مصدقا لما بین یدیه. این عطف بر جئتکم، انی قد جئتکم، انی قد جئتکم، من آمدم پیش شما، آوردم پیش شما آیه و مصدقا لما بین یدیه، در حالی که من تصدیق میکنم آن کتابهایی را که قبل از من بودن، یعنی تورات. من مصدق توراتم، توراتی که شما به بغل دارید بنی اسرائیل، من تصدیق کننده تورات هستم. و دیگه این که لأحل لکم بعض الذی حرم علیکم، حلال بیان میکنم برای شما بعض آن چیزهایی را که حرام قرار داده شده اند در شما. اون اشیایی که به خاطر ظلم، به خاطر تعدی بر شما حرام قرار داده شده اند، من آنها را برای شما حلال بیان میکنم. قرآن عظیم الشان در جاهای دیگر اون چیزهایی که بر اثر ظلم یهود به گردن آنها حرام شده بود، حضرت عیسی آمد و این جریمه را از آنها برداشت. جریمتاً خدا بر گردن آنها چیزهای را حرام کرده که قرآن عظیم الشان میگه فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات احلت لهم و بصدهم عن سبیل الله کثیرا و اخذهم الربا و قد نهوا عنه و اکلهم اموال الناس بالباطل و اعتدنا للکافرین منهم عذابا الیما. خب الله تعالی میگه یهودی ها ظلم کردند، من طیبات را بر آنها حرام کردم. جای دیگر اون طیبات را ذکر کرده که الله سبحانه و تعالی به خاطر فبما نقضهم میثاقهم و کفرهم بآیات الله و قتلهم الانبیاء، این همه جنایات آنها هستند. و باز تکرار کرد به ظلم، این همه جنایات را آنها کردند. الله تعالی میگه ما بسیار چیزها را که طیب بودن بر آنها حرام کردیم، مثلا پی حیوانات را و اون زیزوفر را، شتر را، جریمتاً ما بر اینها حرام کردیم که اینها جنایت کردن. حضرت عیسی علیه السلام آمد، اون طیباتی که جریمتاً بر شما حرام بوده، شما را خدا جریمه کرده و طیبات را بر شما حرام کرده، من اونها را برای شما حلال بیان میکنم. همه نه، بعضی از اون محرمات. ولی احل لکم بعض الذی حرم علیکم، بعضی از آن اشیایی که بر شما حرام قرار داده شده اند، من حکم حلت را برای شما بیان میکنم که ولی الان شما جریمه شدی، سالهای سال بر شما شطور حرام بوده، الان حلال میکنم برای شما. احل لکم بعض الذی حرم علیکم و بعض وجئتکم بآیت من ربکم. این ادعای نصر بلا دلیل نیست. برای این مطلب من دلیل هم میارم، از تورات دلیل ذکر میکنم، از انجیل دلیل ذکر میکنم که این چیزهایی که بر شما حرام بودن الان الله تعالی حلال کرده. خود در تورات جریمتاً حرام بودن، در اصل از طیباتن و الله تعالی قانونش اینه که طیبات را بر بندگان خود حلال کرده. احلت لکم الطیبات، مثلا فی کلیه، فی خوبیه، چقدر لذت داره، روغنیه. زندگی مردم در گذشته بیشتر با همین روغن دامه ها بوده، فی بوده، یا روغنی که از شیر گرفتن یا روغن فی. دیگر روغن نباتی الان ایجاد کرده بشر که از گیاه ها هم روغن استخراج میکنن، یا قدیم اگر خیلی کلیل روغنی استخراج میکردن، زیاد برای خوردن مصرف نمیشد اون روغن گیاهی، برای چیزهای دیگر استعمال شد، برای چرب کردن کشتی ها و غیره و غیره این بکار میرفت. امروز هم بشر الله تعالی زیاد کرده، گیاهی پر از روغن در اختیارش گذاشته
پنبه هست و دانه پنبه و آفتابگردان و این گیاه را هم الله تعالی ماده روغنی داده که به بشر الله تعالی روغن میخواهد بده. در گذشته این چیزهای طیبات فی چیز بسیار طیبیه، الان هم طیبیه برای اون انسان ها که قدرش میدن، نه برای انسان ها که بخورند و بخورند. اون انسان ها که روغن بخورند و برند سر برف برای کار. این خاطر الله سبحانه و تعالی به حضرت عیسی علیه السلام این معجزات را داده بود و این کرامات را که گفت من آمدم مصدق لما بین یدی من التورات ولی اوهلا، دیگه این که حلال کنم برای شما بعد الذی حرم علیکم و جئتکم بآیة من ربکم. برای این مطلب هم من دلیل آوردم، برهان آوردم. فاتقوا الله، اصول فوز اول بترسید از خدا. وقتی ادعای رسالت من با دلیل ثابت است، پس بترسید از خدا و از من اطاعت کنید و اطیعونی. چرا داری تمرد میکنید؟ خلاصه دین مسیح علیه السلام، حضرت مسیح علیه السلام مثل انبیاء دیگر بنی اسرائیل را گفت که ان الله ربی و ربکم، الله مالک و اختیاردار من است، مالک و اختیاردار شما هست. باید از این مالک همه مملوکه ها اطاعت کنند، از این اختیاردار همه باید اطاعت کنند. الله رب منه، مالک منه، مالک شما هست، اختیاردار منه و اختیاردار شما هست، پرورده نعمت ها، مالک همه نعمت ها وجود ما الله سبحانه و تعالی است. ان الله ربی و ربکم فاعبدوه اذا کان الامر كذلك. وقتی الله تعالی معبود بر حق است و معبود دیگر نیست، فقط او را عبادت کنید، جانی مالی زبانی هر عبادت را به او اختصاص بدید. نه من معبودم و نه کسی دیگر معبوده. یهودی ها حضرت عزیر معبود معرفی می کردن، متصرف. گفت نه، الله تعالی هم در وجود من و در کارهای من متصرف، اختیاردار، مالک و هم مالک و متصرف در امور شما الله هست. لذا کسی که مالک هست و کسی که مدیر و مدبره در تمام کارها، پس باید او عبادت بشه، جانی مالی زبانی. فاعبدوه هذا صراط مستقیم، این است راه مستقیم. صراط مستقیم را قرآن عظیم و شان تفسیر کرده. یکی در سوره یاسین ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، و اینجا به زبان عیسی ابن مریم. یهودی ها شما انبیا را، اولیاء را بندگی میکنید، حالانکه یا خود عیسی را شروع کردن به ستایش و بندگی پرستش بکنه. ان الله ربی و ربکم فاعبدوه، فقط الله را عبادت کنید، آن که عبادت است حق اختصاصی الله. بخوانید الله را، سجده کنید الله را. هذا صراط مستقیم، صراط مستقیم همین است که شما فقط و فقط الله سبحانه و تعالی را عبادت کنید. هذا الذي امرتكم به هو الطريق السوي الذي اجمع عليه الرسل قاطبة وهو الموصل الى خير الدنيا والآخرة. همینه، فقط خدا را عبادت کنید که همه انبیاء علیهم السلام بر این مسئله اتفاق داشتند. خلاصه اینجا القصه، الله تعالی به مریم وحی کرد که خدا به شما را بشارت به کلمه میدهد، نام او را هم تعیین کرد المسیح عیسی ابن مریم. دیگه اون صفات اون کلمه را بیان کرد که اون کلمه ای که خدا به شما عنایت میکند دارای این صفات است. یعلمه الکتاب و الحکمه و قرار میده او را رسول و او میآید چنین میگوید انی قد جئتکم به آیت من ربکم، و این تبلیغات را می کند. خلاصه حضرت عیسی علیه السلام اینجا اندماج القصه
که حضرت عیسی با این تمام صفات به دنیا آمد و تبلیغ کرد و ارشاد کرد و پیام خدا را ابلاغ کرد، لیکن قوم ابا کردن و به جای اجابت ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم تصمیم قتل عیسی علیه السلام را گرفت. تعداد مسلمان شدن که به نام حواریین حضرت عیسی احساس کفر را از آنها کرد. فلما احس عیسی منهم الکفر، هنگامی که احساس کرد عیسی از بنی اسرائیل کفر را، یعنی آنها تصمیم قتل حضرت عیسی را گرفتند، این نه که تنها قبول نکردن. قال من انصاری الی الله، حضرت عیسی علیه السلام اعلان کرد در میان امت اجابتش که کیه ناصر من، معین من، مددگار من تا به خدا برسیم، تا به خدا برسیم که موت برای ما بیاید و ما از این دنیا دیگه تمام بشیم. تا اون لحظه کیه با من یار و انصار که تا به خدا برسیم یار من کیه؟ قال الحواریون نحن انصار الله، ما یار خدایی، یعنی یار دین خدایی. همانطور قرآن عظیم و شان نصرت دینش را نصرت خودش می فرماید. ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، اگر شما خدا را نصرت کنید یعنی دین خدا را، الله تعالی به اندازه دینش برای خدا محبوبه که نصرت دینش را، نصرت قوانینش را نصرت خود میده. نصرت منه. حواریون گفتن ما ناصر دین خدایی، آمنا به، مطابق دعوت شما اول ما ایمان بالله آوردیم و اشهد بأننا مسلمون، شما هم شاهد باشید که ما همتن برای خدا تسلیم. ربنا، مناجات حواریین، ربنا آمنا بما انزلت، ربا ما ایمان آوردیم. ببین این هست سروران گرامی که تربیت یافتگان نبوت خدا را صدا میکنه. بنی اسرائیل تصمیم قتل حضرت عیسی علیه السلام را گرفتند و حضرت عیسی علیه السلام اظهار کرد که کیه که یار و یاور دین خدا. همه حواریون گفتن نحن انصار الله، اظهار بندگی کرده آمنا بالله و اشهد بأننا مسلمون، شما که نبی خدا هستید شاهد باشید که ما همتن برای خدا تسلیمیم. و باز مناجات نوبت دعا آمد و فریاد حضرت رب سبحانه و تعالی را مناجات کرده ربنا آمنا بما انزلت، ربا این مناجات ما ایمان آوردیم به ما انزلت، به آن کتابهایی که شما نازل کردید. تورات را قبول داریم، انجیل را قبول داریم، زبور را قبول داریم. به ما انزلت ما ایمان آوردیم و اتبعنا الرسول و اتباع کردیم رسول شما را که عیسی ابن مریم باشد. لذا فاکتبنا مع الشاهدین، شما ما را در لیست آنهایی که بر این مضامین مذکوره گواهی میدن ما را در لیست آنها قرار بدید و بنویسید. ما را با شاهدی که بر این مطالب شاهدی میدن، شاهدی ایمان را میدن، شاهدی اتباع رسول را میدن، ما را در لیست آنها قرار بدید، یعنی مؤمنین کاملین. خلاصا یا شاهدین لتوحید کا، ما را در لیست آنهایی قرار بده که شاهد توحید تو بودن و به وحدانیت تو اعتراف کردن. خلاصه عناد یهود برای اضرار مسیح علیه السلام مکروا و مکر الله، آنها مکر کردن برای نابودی حضرت عیسی و الله سبحانه و تعالی تدبیر کرد برای نجات حضرت عیسی. والله خیر الماکرین، الله تعالی بهترین تدبیر کننده از تمام تدبیر کنندگان. ماکرین الله بهترین ماکر است، بهترین تدبیر کننده است. تشاکلا میگه که مکروا و مکر الله،
آنها تدبیر و چاره کردن که حضرت عیسی را نابود کنند، الله تعالی هم تدبیر کرد که حضرت عیسی را نجات بده. لیکن الله از همه ماکرین برنده شد. بهترین ماکر یعنی بهترین تدبیر کنندگان الله سبحانه و تعالی از همه تدبیر کنندگان، خیر الماکرین الله. خب اینها خانه‌ای که حضرت عیسی در آن قرار داشت و مادرش هم آنجا بود، اینها تصمیم قتل حضرت عیسی علیه السلام را گرفتند، وارد شدند در خانه. خدا حضرت عیسی را از سقف خانه به آسمان برد. او شخصی که وارد شد ظاهرش را خدا شبیه عیسی کرد، چهرهش را شبیه عیسی کرد در آن واحد. این دوری زد خانه ندید، برگشت گفت همینه که فرار کرد. گرفتند و فوراً اعدامش کردند. بعد دیدن که خب این سرباز اعدامی ما کجایه؟ نگاه کردن نه او بابا پایینمون پوتین ما بزایشه. اگر از چهرهش که ما اینطوره، چهرهش الان هم چهره اصلیش. دیگه از همینجا اختلاف شد. یک دسته گفت کشتن. اونهایی که تماشاگر بودن که حضرت عیسی علیه السلام را میکشند، آنها پخش کردن که ما عیسی را کشتیم. اونهایی که توی صحنه بودن دیدن که نه بابا عیسی که نیست، این همون مردکه که ما فرستادیم ما اعدامش کردیم. اختلاف از روز اعدامی قاتل حضرت عیسی شروع شده توی بنی اسرائیل. الله سبحانه و تعالی فرمود اونها مکر کردن برای نابودی حضرت عیسی و ما تدبیر کردیم که حضرت عیسی را نجات بدهیم و ما برنده شدیم. والله خیر الماکرین. اذ قال الله یا عیسی، یاد کنون لحظه ای که الله تعالی به حضرت عیسی ابلاغ کرد. وعده اول انی متوفیک و رافعک الی و مطهرک من الذین کفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. در این خطاب الله تعالی به حضرت عیسی 4 وعده و یک وعده به همه داد که 5 وعده که حضرت عیسی هم به این وعده شریکه. اول الله تعالی به عیسی گفت وعده اول که من شما را کاملا توفی میکنم. وفا یوفی، یتوفا یتوفا، توفا یتوفا، توفیتا به معنی اخذ الشیء کاملا. در موت سروران گرامی که ما او را وفات میگیم و متوفا میگیم هم اخذ شیء میشه دیگه. معنای موصوله توفی یعنی یک چیز را کاملا اخذ کردن و گرفتن. لغت است که اخذ الشیء وافیاً و موت یک نوعی هست به اضافه این چیز را کرده. پس ما شما را کاملا اخذ میکنیم و این عطف تفسیریه، یعنی و رافعک الی، شما را ما بلند میکنیم به طرف خود، روح و جسد در حال حاضر، و شما را ما هم تطهیر میکنیم از مکرهای کسانی که کفر کردن، پاک میکنیم. هیچ ضربه‌ای به شما اینها نمیتونه وارد کنه و شما را از مکر کفار، از تهمت آنها هم پاک میکنیم. آنهایی که شما را تهمت نعوذ بالله زدن یا آنهایی که اراده قتل شما را داشتن، شما را کاملا تطهیر میکنیم. مطهرک من الذین کفروا و جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامه، و قرار میدهیم ما آنهایی را که پیرو تو باشند بالای آنها. خب پیرو شما باشند حقیقتا یا ادعا؟ حقیقتا پیرو شما باشند، ما آنها را بالای کسانی قرار میدیم که کفر کردن تا روز قیامت. امروز یهودی ها که حضرت عیسی را اهانت کردن
در طول تاریخ یا سیطره مسلمان ها بر آنها بوده که پیروان واقعی عیسی علیه السلام، یا سیطره همین مسیحی ها بر یهودی ها بوده و یهود بر پیروان واقعی یا ادعایی حضرت عیسی زمانی برتری نداشت. امروز هم این یهودی های لعنتی حضرت عیسی را ولد و زنا می‌دانند، بله این کافرهای بی غیرت مثل بوش این لعنتی ها با آنها همکارند در برابر مسلمان ها. چرا پیغمبر علیه السلام فرمود الکفر ملت واحده، در برابر شما یکی است، اگر که بین خودشان هم عداوت بسیار سنگینی دارند. و ما قرار میدیم آنهایی را که شما را اتباع میکنند حقیقتا یا ادعا بالای آنهایی که کافرند تا روز قیامت، نسبت به شما را ولد و زنا غیره میکنند. ثم الی مرجعکم، و باز به طرف من هست بازگشت همه شما در دنیا و برزخ، همه شما به من دربار من باز میگردید و من خدا فاحکم بینکم، بین شما فیصله عملی میکنم در آن مسئله‌ای که هستید شما در آن مسائل با هم اختلاف میکنید. در مسائلی که با هم اختلاف دارید مذهبی، فیصله شما را روز قیامت من انجام میدم، در برزخ انجام میدم. حالا بیان فیصله به چه طریقه فیصله میکنم؟ فاما الذین کفروا، آنهایی که کفر کردند به دو صورت، حضرت عیسی علیه السلام را اهانت کردند، نعوذ بالله ولد الزنا گفتند، یا غلو کردند حضرت عیسی علیه السلام را به مقام الوهیت رسانیدند. آنها را که کافرند به دو صورت، فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا و الاخره، من آنها را عذاب میدم، عذاب سخت هم در دنیا و هم آخرت، و نیست برای آنها هیچ مددگاری، هیچ یاری و یاوری. خب بیان فیصله دیگر، و اما الذین آمنوا، اونهایی که ایمان میارن و اعمال صالح انجام میدن، پس کاملا پرداخت میکند به آنها اجور آنها را به آنها کاملا پرداخت میکند. ببینید اینجا فیوفیهم معنی موت نیست. چرا من اینطور میگم؟ که احمد خان، که غلام احمد قادیانی مدعی نبوت مسیحی ها گفتن که حضرت عیسی فوت کرده، قرآن هم گفته متوفی کرد. تو ما عرض کردیم که توفی به معنی اخذشه، توفی به معنی موت دادن نیست. اون مجازن دا وقت کسی را که موت میدن هم میگن متوفا شد، یعنی اخذ کرده شد، از این دنیا رو برده شد. به این خاطر این همون ریشه کلمه ماده بعدیه، فیوفیه معنی چیه؟ که موت میدهد آنها را یا کامل پرداخت میکند به آنها اجور آنها. والله لا يحب الظالمین، الله تعالی ظالم ها را دوست ندارد. کفار و مشرکین ظالمند، بزرگترین ظالمند که به خدای کریم و به خدای عظیم و به خالق و مالک خود و به صاحب نعمت حق نمیدن. اینها ظالمین. جمله معترضه برای صداقت رسول صلی الله علیه و سلم، ذالک نتلوه علیک من الآیات و ذکر الحکیم، آن که در مورد عیسی مادرش ما بر شما تلاوت کردیم، اینها را که ما تلاوت میکنیم بر شما از آیات و ذکر حکیمند، خنده های حکمت آمیزند، خنده هایی که همه حکمتند. ذالک نتلوه علیک من الآیات که الهیه، از طرف عالم غیب و وحی می آیند، و ذکر حکمت آمیزند، ذکر حکیمند، نصیحت های هستند که لم یتغیرند، اینها حقایقند. ان مثل عیسی، مثل عیسی یعنی حالت بسیار عجیب و نادر عیسی نزد خدا در ازل کمثل آدم، مثل آدم است. عیسی کم از کم مادری دارد، مادر هم از نوع بشر است، از پدر و مادری خلق شده،
پدری ندارد. آدم حقیقت نه پدری دارد و نه مادر، و از یک چیزی که اصلا با بشر ظاهرا هیچ موافقتی ندارد، خاک خشک را با بشر گویا، شنوا، بینا، دراک، دانا، چه نسبتی خاک خشک را؟ الله تعالی آدم را از خاک خشک خلق کرد، خلقه من تراب. خاک خشک را با انسان چه نسبتی؟ بله عیسی از مادری پیدا شده، مادرش از پدر و مادری پیدا شدن، مشخصه. مریم بنت عمران از بطن حنه متولد شده. دیگه چه تعجبی که شما میگی شما نمونه ای نشان بدی؟ یک طرفش کاملا موجوده، یک طرف نیست. با آدم دو طرفش هیچ چیزی نبود. خاک را نگاه کن، با آدم گویا و شنوا و دانا و عالم، نه کم علم. آنقدر علم آدم علیه السلام داشت که فرشتگان در برابر علم و معلومات عظیم آدم اظهار لا علم لنا کرده. این مسئله عیسی، حالت عجیبه حضرت عیسی نزد خدا که مثل آدم، مثل حالت بسیار عجیب آدم است. آدمی که خلقه، کالبد آدم را خلق کرد از خاک خشک، ثم قال له کن فیکون. الله تعالی به آدم گفت باش انسان، فوراً انسان شد. جاندار باش. به کالبد حضرت آدم خاک خشک را جمع کردن، خمیر کردن، سیاه شد، بعد دو مرتبه خشک شد. آخرین ماده آدم خاک خشک. اول خاک خشک جمع کردن، اسکلت را فرشتگان ترتیب دادن و این خاک خیس و بزرگ این سیاه شد، بعد دو مرتبه خشک شد. من سال شد آدم علیه السلام از خاک خشک خلق شد. اون هم با گفتن کن به وجود آمد. عیسی هم به کلمه کن خلق شده است. الحق من ربک، هذا هو الحق. امر باقی همینه از جانب پروردگار. پس نباشید شما ای پیغمبر از کسانی که شک میکنند. سبحان الله، پیغمبر که شکی نداشت. این یک نوع تهدیدیه که شما شک نکنید، یعنی هیچ شک کننده ای نباشید که الله تعالی حضرت عیسی علیه السلام را بدون پدر خلق کرده. حق از جانب پروردگار شما نباشید از شک کنندگان. پس دیگران حق شک اصلا ندارند. فمن حاجک، اکنون الله تعالی وفد نجران که آمده بود و این آیات نازل شدند نسبت به الوهیت حضرت عیسی علیه السلام با پیغمبر اسلام، اینها جر و بحث کردند و این همه دلائل را الله سبحانه و تعالی ارائه داد که حضرت عیسی بدون پدر خلق شده است، مثل آدم علیه السلام که بدون پدر و مادر. حضرت عیسی کم از کم مادری دارد، پدری ندارد. او بدون پدر و مادر انسان گویا و سمیع و بصیر شد، دانا شد. اینقدر علم خدا به آدم داده بود که تمام فرزندان آدم چه علومی امروز دارند و در گذشته داشتن، تنها آدم خدا این تمام علوم را عنایت کرده بود. افکارهای عجیب الهی همین ظاهر دارند. اکنون الله سبحانه و تعالی میگه اگر این وفد نجران تسلیم نشدن، از این بیان هنوز هم با شما مهاجه کردن، مخالفت کردن و این دلائل را نادیده گرفتن، شما اعلان مباهله با اینها بود. مباهله چیه؟ مباهله اینه که ما بیاییم تضرع کنیم پیش خدا که کاذب برباد بشه. این هست مباهله. فمن حاجک فیه، کسی که با شما خصومت کرد درباره عیسی من بعد ما جاءک من العلم، بعد از این علومی که پیش شما آمد و حقایقی، تو پس بگو به آنها تعالوا
بیایی وقت نجران ندو ابناءنا، ما همه میخوانیم بچه های خود را و ابناءکم بچه های شما را. شما بگه پیغمبر تعالوا بیایید، ما مسلمان ها که من پیغمبران هاست ما بچه های خود را میخوانیم و ابناءکم و بچه های شما را هم میخوانیم و نسانا و زنان خود را ما میخوانیم و نساءکم زنان شما را هم میخوانیم. بعد فرمود و انفسنا و انفسکم، هم خود را میخوانیم نفسهای خود را احضار میکنیم و همچنین نفسهای شما را میخوانیم و احضار میکنیم. ثم نبتهل، بعد همه ما تضرع میکنیم پیش خدا و قرار میدهیم لعنت را بر کاذبین. میگه بار اله هر که کاذب در مسئله حضرت عیسی نعوذ بالله نک ولد و زنا یا ابن الله میگن یا خود الله میگن به صورت مسیح ظاهر شده است، لعنت خدا را بر کاذب قرار میدیم. این اعلان مباهله شد. اولا آیا آنها حاضر شدن برای مباهله؟ وقتی که من در اول سوره گفتم که 80 آیه نازل شده وقت نجران بود، در آنها سید هم بود و عاقب هم بود و خلاصه این اعلان را کردن. آیا آنها حاضر شدن بیاین؟ این روایت هست اینجا که آنها حاضر نشدن. اخرج البخاری و مسلم ان العاقب و سید اتیا رسول الله. عاقب و سید القاب سران اینها بودند، پیش پیغمبر آمدن. فاراد ان یلائنهما، اراده کرد پیغمبر که ملائنه کند، لعنت کند اینها را. فقال احدهما لصاحبه، یکی از دیگری گفت به صاحبش که لا تلائنه، شما ملائنه نکنید، یعنی مباهله و لعنت و نفرین مکنید بر کاذب. به خدا قسم، یکی از سید و عاقب گفت که نمایندگان این وقت بودند، لئن کان نبیا فلا اننا لا نفلح ابدا ولا عقبنا من بعدنا ابدا. اگر این نبی باشد و با ما ملائنه کند تو نه ما رستگار بشیم برای همیشه و نه نسل ما. فقال له نعطیک ما سألت، دو تا تسلیم شدن گفتن پیغمبر هر چی شما بخواهید ما به شما میدیم. فبعث معنا رجلا امینا، با ما یک مرد امین بفرست، هر چی شما بخواهید ما شما را میدیم و لحظه تسلیم میشید. فقال قم یا ابا عبیده، پیغمبر فرمود ابا عبیده بلند شو. فلما قام قال پیغمبر هذا امین هذه الامه. ابو عبیده ابن جراح را که بلند شد گفت امین این امت این. خلاصه این یک روایت بخاری و مسلم که مباهله اصلا رخ نداد. دعوت شدن به مباهله، برای مباهله کسی نآمد. ابو نعیم فی الدلائل ابن عباس آمده که ان 8 من نصران نجران، 8 نفر از نصران نجران از 60 نفر قدموا علی رسول الله صلی الله علیه وسلم، منهم العاقب و سید، همراه با عاقب و سید که در روایت بخاری و مسلم فقط عاقب و سید بود، 6 نفر نبود. در این روایت ابو نعیم فی الدلائل میگه که از اون 8 نفر عاقب و سید بود. الله تعالی این آیه را نازل کرد قل تعالوا الآیه ندعو ابناءنا. فقالوا، وقت دعوت مباهله به اینها داده شد، اینها 8 نفر رئیس اون 60 نفر بودن. وقتی آیه نازل شد و به آنها دستور داده شد که الان بیایید برای مباهله، فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، تو همه گفتن که اخرنا 3 ایام، ای پیغمبر به ما مهلت بده. پیغمبر نه محمد ما را مهلت بده 3 شبانه روز. خب به امر شما مهلت دارید تا 3 شبانه روز. فذهبوا الى قریظه و النذیر و بنی قینقاع من الیهود.
سه قبیله بزرگ، بنی نذیر و بنی قریظه و بنی قینقاع که در مدینه و اطراف مدینه مسکن و آب ماوا و ملجا داشتن، این نصارا رفتن پیش آنها و گفتن که به ما چنین دستوری داده شده، شما چه مشوره میده؟ برای مذاکره پیش یهود رفتن، بنی قریظه و بنی نذیر و بنی قینقاع. فاشاروا علیهم الله ان یصالحوه ولا یلاعنوه. یهودی ها که ملا بودند و سالها دیده بودن پیغمبر را، به باور رسیده بودن که این پیغمبر خدا هست، گفتن نه 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 نه، برید مصالحه کنید با او و ملاعنه نکنید. وقال گفتن هو النبی الذی نجده فی التورات، این نبی هست که ما اوصاف را در تورات میبینیم. فصالحوه، رفتن با پیغمبر مصالحت کردن، علی الف حلة فی سفر. اینها همه تاجر بودن که 1000 دست لباس در ماه سفر میدیم و 1000 در ماه رجب و دراهم هم میدیم. با این مصالحت دیگه مباهله نکردند و رفتن. خب روایت شده، ببینید میگه رویه سندی ندار، اینا گرفتن دوستان ما برای ثبوت امامت و برای ثبوت ولایت و آیات مختلفی متمسک میشن، من جمله از اون متمسکات آنهای مباهله است که آیه مباهله گفت پیغمبر بیا ما میخوانیم بچه های خود را، لحاظا پیغمبر حسن و حسین و فاطمه را خواند و بچه های شما را میخوانیم. مگر حسن و حسین و فاطمه کجا بودن؟ این مسجد النبی، کنار مسجد النبی حسن و حسین و فاطمه هستن. از خانه بیرون میان تو مسجد النبی میان. اینها در کشور دیگر، در شهر دیگر، در وطن دیگر، در بازار دیگر، در محله دیگر که نبودن. پیغمبر علیه السلام اونها را دعوت داد در مسجد بی مباهله. حسن و حسین و فاطمه و زهرا هم اونجا بودن. حسن و حسین که همش بلند می شدند و کوچلو بیدند و می لغدیدند و می آمدند سر منبر پیغمبر علیه السلام. پیغمبر اینا را به آغوش می گرفت. نساءنا و نساءکم. خب ابنانا حسنه، نساءنا فاطمه، خلاصه انفسنا حضرت علی. لہذا نفس پیغمبر علی است، لہذا جانشین پیغمبر علی است. و اگر نفس پیغمبر علی هست پس نکاحش با فاطمه چطوره؟ نکاحش چطور با هست؟ نفس نبی، انفسنا یعنی علی. خب از اینجا دیگه این مقدمات هست. نتیجه چیه؟ ولایت مال علی، خلافت مال علی. این نتیجه ہے. متمسک شنگاه. حالانکه این دو تا روایت من آوردن که اصلا برای مباهله اینها حاضر نشدن. روایت هم شده که نبی علیہ السلام اختیار للمباهله علی و فاطمه و ولدیهما علیهم الرضوان و خرج بهم. پس اینها را هم آورد، گفت ان انا دعوت فامنوا انتم، من دعا میکنم شما آمین بگید. خب این یک روایتیه، روایت شده. ابن عساکر از جعفر صادق ان ابیه محمد باقر روایت کرده است که لما نزلت هذه الآیه جاء بأبی بکر و ولده و بعمر و ولده و بعثمان و ولده ولا شك ان الذي يفهم من الآية ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يدعو المحاجين والمجادلين في شان عيسى من اهل الكتاب الى الاجتماع. پیغمبر دستور داده شد که اینها را بخواند و پیغمبر هم خواند، رجالان و نساءان و اطفالان.
اونها گفت مردها بیایید، زنها بیایید، بچه ها بیایید. ما هم بچه ها و زنان و مردان خود را میاریم. و یجمع هو المؤمنین رجالا و نساء و اطفالا و یبتهلوا الى الله تعالی بأن یلعن الكاذب فيما يقول عن عیسی. پیغمبر علیه السلام که وقتی ابنا و نساء انا گفت بر نفس خودش اینقدر اعتماد داشت، دستوریه و آنها آماده نشدن. اگر آماده می شدن پیغمبر با تمام صحابه آماده بود. و خانه حضرت فاطمه و خانه رسول الله همینطور فاصله، حالا از این سر اتاق تا این سر اتاق، اینقدر اتاق بزرگی که پیغمبر علیه السلام نداشت. حجره رسول پاک صلی الله علیه و سلم دوتا نبودن، برای هر یکی از ازواج مطهرات یک حجره کوچک بود. کنار اون حجره کوچک حجره حضرت فاطمه زهرا هم بود. وقتی انسان میره نگاه میکنه امروز روضه مقدس پیغمبر صلی الله علیه وسلم را که کنار مسجد در قسمت شرق مسجد قرار دارد، مسجد النبی، چقدر اگر انسان این گنبد خضرا را تقسیم بکنه هر شهر هر خانه 3x4 هم نمیشه. با حجره خیلی کوچک بود، نیست که یک ساختمان چند 100 متری در اختیار پیغمبر بود. خانه های خیلی کوچک. وقتی انسان نگاه میکنه سبحان الله که اونقدر چقدر زندگی مختصری بوده رسول علیه السلام داشته و اصلا میدان مباهله ای نشد که صحابه را جمع کند پیغمبر. اینها فوراً گفتن تا 3 روز ما را مهلت بدید. رفتن مشوره کردن بنو قریظه بنو نضیر، همه یهودی ها گفتن نبی بدبخت میشید و میمانید. حتی عاقب یا سید این دوتا رئیس یک دیگر گفتن اصلا ملاینه نکنیم که بدبخت میشیم، هم خود ما ذلیل و خوار میشیم و هم نسل ما. و حاضر شدن که حله بدن. سید انسانی نمیگه پیغمبر آمده ملاینه کرده یعنی مباهله، دعوت بود حاضر نشدن. و باشه حاضر بشیم، ما هم قبول داریم. همه این حضرت حسنین را آورد، فاطمه را آورد، حضرت علی را آورد، خود پیغمبر آمد، همه را خواد. برای ما چیز داره دیدن؟ ما که نعوذ بالله در شان حضرت حسن و حسین و علی و فاطمه که هیچ حرفی نداریم. نه ما بنده نه در طول تاریخ یک انسانی نبوده که نسبت به اهل بیت پیغمبر صلی الله علیه وسلم یک عقیده داشته باشه. لیکن این که شما مقدمه بچینید و بعد از این ولایت ثابت کنی، این مقدمات شما مقدمات غیر صحیحه که نتیجه نامطلوبی. وقتی مقدمه درست میشه نتیجه درست در میاد، وقتی مقدمه باطله نتیجه هم باطله. مباهله ای نشد. و دیگه ازواج رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمود ما بچه های خود را میخوانیم، ابناءنا، که 3 بنات طاهراتان حضرت صلی الله علیه وسلم قبل از اعلان مباهله وفات کرده بودند. رسول علیه السلام در این زمانی که آیه مباهله نازل شد فقط دخترش حضرت فاطمه زهرا بود، دیگه هیچ کدامی از 3 دختر طاهرات دیگر پیغمبر زندگی نداشتند. زینب و ام کلثوم در سنه 7، رقیه در سنه 2 حیات القلوب نوشته، حال 51 صفحه 824. روی فی الدر المنصور عن جعفر بن محمد عن ابیه قالوا جاء بأبي بكر و ابنه و عثمان و ولده و علی و ولده. اینه جعفر ابن محمد عن ابیه، یعنی امام جعفر صادق از امام پنجم محمد باکر هم روایت کرده است که حضرت پیغمبر حضرت ابوبکر با بچه‌ها، حضرت عثمان با بچه‌ها، حضرت عمر با بچه‌هاش، حضرت علی با بچه‌هاش هم خواند که اگر اینها آمد ما مباهله می‌کنیم.
و مباهله هم نشد. هیچ کسی هم نگفته که مباهله شده، نه مورخی نه محدثی. خب ان هذا له القصص الحق، آنچه ذکر شد در شان عیسی، هذا مشالش المذکور فی شان عیسی. ابن عباس روح معانی و جلالین این معنی را کردن. این چه که در شان عیسی ذکر شد البته بیان بسیار حق است. القصص در حقیقت تتبع آثار را قصص میگن. قصه‌گر، اون قصه خان یک مسائلی که در دنیا شده آنها را تتبع میکنه و بیان میکنه. اگر قصه‌گر چه کار میکنه؟ یک داستانی را بیان میکنه و یک گذشته قصه ای را دنبال میکنه. قصص در حقیقت به معنی دنبال کردن آثار و قصه‌گر همین کاره. حالا اینجا به معنی قصص بیانه. این یک بیان حقیه. و ما من اله الا الله، اینها برای الوهیت حضرت عیسی خیلی جر و بحث داشتن. نیست هیچ معبودی غیر از خدا. و ان الله له العزیز الحکیم. چرا که الله عزیزه، توانا هست، نیازی ندارد به شریکی. در مهلت دادن هم حکیم است، در گرفتن عزیزه و در مهلت دادن حکیمه. او حکمتش تقاضا میکنه چند سبایی اینهایی که کلمات زشتی مطرح میکنن خدا آنها را مهلت بدهد. کلمات زشتی که آسمان هم میخواد بترکه از آن همینه که برای خدا فرزند معرفی میکنن و میگن نعوذ بالله عیسی ابن الله. فان تولوا، اگر اینها بعد از این بیان اعراض کردن تو معامله آنها به طرف خدا هست. جزا است فامرهم الی الله، معامله اینها دیگه به خدا هست. تو چرا که ان الله علیم بالمفسدین، الله تعالی مفسدین را میداند، به موقع عذابشون آنها را عذاب میدهد. در آخر امر دعوت اهل کتاب به ایمان، آخرین پیام مباهله که حاضر نشدن، با لطفی خدا اینها را دعوت ایمان داد. قل بگوی پیغمبر، این سخنرانی آخر، هر جا کلمه قل در قرآن آمده است یعنی سخنرانی پیغمبر. سخنرانی پیغمبر نبوده که هر چی که متفق علیه باشد، ساخته و پرداخته از خدا آمده است. در آخرین مرحله ای پیغمبر بگو بی اینها را تبلیغ کن. با چه لطفی یا اهل کتاب، هم یهود هم نصارا، هم وفد نجران و هم یهودی هایی که مشیر اینها بودن. نرفتن بین بنو قریظه و بنو نذیر و بنو قینقاع، با سه قبیله بزرگ یهود، اینها که در مدینه و اطراف مدینه بودن، به من مشوره رفتن، مذاکره کردن و آنها اینها را گفته بابا مباهله نکنید که لعنت برای همه ما میآید. ترسیدن، میدانستن. بین خاطر الله تعالی علم بر لطف اعلان میکند در آخر هم دعوت اهل کتاب به توحید. یا اهل الکتاب، گوش کنید، اهل کتاب لا اله الا الله میگفتن. لا اله الا الله موسی کلیم الله، لا اله الا الله عیسی روح الله و کلمت الله. این کلمه را یهود هم می گفتن. شرکی که یهود می کرد مثل شرک اهل مکه نبود که در برابر بتها و در برابر مجسمه ها بیان گردن خم بکنن. شرک یهود، شرک نصارا به صورت عبادت انبیاء اولیاء بود و اشخاص بود. احبار خود را، رهبان خود را، مراجع تقلید خود را مطاع می دانستند. با شرک مشرکین مکه خیلی تفاوت داشت. اونها مجسمه ساخته بودند از انبیاء اولیاء و
نیایش و ستایش و سجده بی کردن و اینها اگر گنبدی نداشتن دیگه همینطور عیسی ابن مریم را پرستش میکرد نصارا و آنها عزیر. اونها میگفتن نماینده خدا در کارهای جزئی عزیر است. مسیحا میگفتن نه عیسی ابن مریم است. بی خاطر قرآن هر دو را دعوت داد. یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم، بیایید به طرف یک کلمه ای که برابر است بین ما مسلمانا و بین شما. اون کلمه چیه؟ الله نعبد الا الله، پرستش نکنیم مگر الله را. به این معنی لا اله الا الله. همه شما امروز هم میگن، همه مردم میگن عبادت حق خدا هست، نمیگن؟ لیکن اینا را بپرسیم اون عبادتی که به خدا اختصاص دارد و حق الله سبحانه و تعالی، همون عبادت چیه؟ همه مردم میگن، حتی یهود هم میگه عبادت حق خدا. شما برید یهود بپرسید عبادت حق خدا، هم میگه بله. کلمه عبادت را پرستش حق خدا ہے. ما چیز جدیدی به شما دعوت نمیدیم. الی کلمت سواء بیننا و بینکم، اون تشریح کلمه الله نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا. تاکید برای الله نعبد الا الله، عبادت نکنیم مگر الله را، یعنی شریک نکنیم با اون عبادت الله هیچ چیزی را با عبادت خدا شریک نکنیم. سروران گرامی، بارها عرض کردیم عبادت زبانی، بدنی و مالی. نوع چهارم را ما نداریم. زبانی، بدنی، مالی. این سه نوع عبادت در تمام ادیان مشروع بودند و الان هم مشروع هستند و اینها حق خداند. عبادت زبانی همین خواندن، تسبیح، تحمید، تهلیل، تلاوت، ذکر و با زبان هر چه اندازه امر به معروف و نهی از منکر، اینها همه عبادت های بدن زبان. عبادت بدن همین نماز یک عبادتیه که تشکیل از عبادت قولی و فعلیه. از الله اکبر گرفته تا تمام اعمالی که ما در نماز انجام میدیم اینها عبادتن. قیام عبادت، رکوع عبادت، سجده عبادت، قعده عبادت. با این عظمت که خالق من میبیند، مقتدر، فرمان او هست. امروز همه میگه عبادت حق خدای، سجده میکنن قبرها را، طواف هم میکنن قبرها را. خب طواف یک عبادت بدنی مکان مخصوصی دارد. در تمام این کره خاکی و در تمام آسمانها، در کره خاکی یک بیتیه که اینجا باید اون طواف انجام بگیره. این عبادت دیگه جای نیست. یک مکانی مخصوص برای عبادتی هست که نامش طوافه. یک مکانی مخصوص هست برای عبادت که نامش اعتکافه. اعتکاف را هم در مسجد، چه در مسجد الحرام، چه در مسجد النبی یا در تمام مساجد دنیا، این عبادت هست. حالا مردم میرن سر قبر اعتکاف میشین، نمی نشینن. برید جای قبرهای بندگان خدا هستن که چطور شلوغه اونجا، زوار افتاده، روزها افتادن، بعضی گلوی خود را تناب دادن و ایستادن. این در سهار است که گرفتن. آیا به ما خدا و پیغمبر قرآن همین دعوت را دارد؟ ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. بعض
باز دیگر را رب قرار ندهیم غیر از الله. باز شما دیدی هیچ حیوانی در برابر حیوان دیگر سجده کرده؟ ها شما دیدی؟ لیکن این انسانه که وقتی خدا را ویل می کند میره مثل خودش یک مخلوقی را سجده میکنه. زنده ای نه بلکه مرده ای. و قرار نده باز ما باز دیگر را رب غیر از خدا. رب قرار دادن غیر از خدا یعنی غیر خدا را سجده کردن. خودش میگوید روا عدی ابن حاتم، عدی ابن حاتم روایت کرده است. این نصارا هست. عدی فرزند حاتم طائی از قبیله طائی سخی زمان و دوران و معروف در دنیا. عدی ابن حاتم به محضر پیغمبر آمد و ایمان آورد. قال میگه اتیت رسول الله و فی عنقی صلیب من ذهب، به گردن من زنجیری صلیب مهار بود و به گردن من بود. فقال یا عدی اطرح عنک هذا الوثن، عدی این بت را از گردن بیانداز. و سمعته یقرأ فی سورة براءة اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. ادی میگه من شنیدم پیغمبر میخواند اتخذوا احبارهم و اربابهم احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. اینها احبار علماء بزرگ برای تقلید، رهبان دراویش و پیرها، رهبان دراویش و پیرها را دیگر اینا را رب قرار دادن غیر از الله. سوره توبه آیه 31. عدی میگه من فوراً اعتراض کرد. این درباره مسیح هست. در سوره توبه درباره مسیحی ها هست که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله و المسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم را هم رب قرار دادن. عدی میگوید من اعتراض کردم یا رسول الله لم یکونوا یعبدونهم، اینها که عبادت نمی‌کردند احبار و رهبان را، چطور قرآن ما را میگه اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله؟ فقال پیغمبر فرمود اما كانوا يحللون لكم و يحرمون فتأخذون باقوالهم، آیا آنها برای شما حلال و حرام بیان نمی کردن؟ نمی گفتن این حلال شما حلال می دانستی؟ نمی گفتن این حرام شما حرام می دانستی؟ نمی کردن این کار را؟ سبحان الله. تفسیر قرآن را رسول الله کرده برای شاگرد قرآن و تازه مسلمان. پیغمبر فرمود اما یکونون، مگر نبودن یحللون لکم و یحرمون فتاخذون باقوالهم، شما به اقوال آنها تمسک میکردید، مراجع تقلید گفته، شما نمیدید؟ قال نعم بله. فقال علیه السلام هو ذاک اتخذوا احبار و رهبان اربابا من دون الله، معنیش همینه که شما آنها را محلل و محرم خود قرار داده بودید، پس رب قرار دادن معنیش همینه. قرآن میگه اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، یعنی حلال آنها را حلال میدانستند، حرام آنها را حرام میدانستند. خب برای ما امروز مردم مولوی جایز کرده، تو مولوی جایز نکرده، چطور میگی؟ شما مولوی اختلاف انداخته، معلوم نیست ما چیکار کنیم، هر چیزی دروغ. بله این سروران گرامی ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، ارباب همونه که محلل و محرمه، شما از طرف خود حلال و حرام درست کردید. این حرام این حلال بخور، نظر غیر الله حلاله، چون مرجع تقلید گفته، خدا گفته حرامه، اون نظر غیر الله میخوره، نشسته.
فَإِن تَوَلَّوْا اگر اعراض کردن از توحید، اگر از توحید اعراض کردن، تو پس شما پیغمبر علیه السلام بگویی که اشهد او یهود و نصارا او اهل کتاب، شما گواه باشید که به انا مسلمون، ما فقط برای خدا تسلیم، ای الموحدون، ما یک خدا را عبادت جانی مالی زبانی میکنیم، نحن له مخلصون، نحن له عابدون، ما فقط خدا را عبادت میکنیم و برای خدا تسلیم. ادعای ابراهیمیت داشتن، میگفتن ابراهیم دینی که ما داریم. بعد آمدن پیش پیغمبر علیه السلام گفتن دینی که ما داریم، دین ما دین ابراهیم است، دین ما دین نوح است، دین ما دین همه انبیا همین بوده که ما داریم. سبحان الله، این مهاجر گفتن. وفي هذا حجة على أن مسائل الدين كالعبادات والتحريم والتهليل لا يؤخذ فيها إلا بقول النبي المعصوم لا بقول إمام مجتهد ولا فقيه قدير، وإلا كان ذلك إشراكا في الربوبية وخروجا من هداية القرآن التي دل عليها مثل أم لهم شركاء. اینها ادعای کردن که ما بر دین ابراهیم و دین نوح، بلکه گفت دین ما دین همه انبیاء است. این ادعا کردن. الله تعالی به پیغمبر گفت بگو بینها بیایید به طرف توحید و بگو بینها یا اهل الكتاب، او اهل کتاب لم تحاجون فی ابراهیم، چرا شما خصومت میکنید، اختلاف میکنید درباره ابراهیم، حالانکه و ما انزلت التورات والانجیل، تورات که به دست شماست یهودی ها و انجیل به دست نصارا، این دو کتاب آسمانی نازل نشدند الا من بعدی، مگر بعد از ابراهیم علیه السلام. شما ادعای کنید بر دین موسی، ادعا کنید بر دین عیسی، ادعا کنید چیزی که بعد آمده و در آن تورات و در آن انجیل ننوشته است که دین حضرت ابراهیم همینه که انبیاء و اولیاء را بخوانین و برای آنها نظر بدین و تاریخ موت و حیات آنها را تجدید کنین. افلا تعقلون، شما عقل ندارید؟ نمیفهمید بطلان سخنتان را؟ خبردار شما همینها حاجتم فیما لکم به علم، خصومت و اختلاف کنید در مسائلی که شما نسبت به آن مسائل علمیش دارید. چرا دارید خصومت میکنید درباره مسائلی که لیس لکم به علم؟ شما اصلا علم ندارید، چیزی که شما نمیدانید چرا حرف میزنید؟ حالا مردم تعجبه، الان بعضی ها هیچ علم حتی دانستن عربی هم بلد نیستن، شروع میکنن به مباحثه و الان دارن مذهب هم درست میکنن. آقا تا حد خواندن قرآن از رو بلد نیست، لغت عرب بلد نیست، پیش استادی درس نخوانده و می آید اعتراض میکند ابو حنیفه خلاف حدیث بوده، امام شافعی خلاف حدیث بوده. تو از کجا موافق حدیثی؟ تو حدیث از کی گرفتی؟ اینه برای من بگو. از بخاری حدیث گرفتن. خب امام بخاری حدیث از کی گرفت؟ برو همون استادهای امام بخاری رو بیار بررسی کن که استادان امام بخاری آیا شاگردان امام ابو حنیفه شافعی نبودن؟ اونها که با صحابه متصل زندگی کردن، نزدیک صحابه بودن، تابعی و تبع تابعین بودن، آنها دین ندانستن، الان تو بلد شدی دین؟
قرآن داره میگی. قرآن که همش با بود حرف نمیزنه. یک دسته ملاهای مثل گردن یهود و نصارا در برابر پیغمبر آمده قرار گرفتن، مباحثه جره. قرآن داره با حرف میزنه، خدا داره حرف میزنه. انتم خبردار شما همینه ها خصومت کنید در آن مسائلی که شما نسبت به آن مسائل علمش دارید. فلما تحاجون فی ما لیس لکم به علم، چرا شما دارید خصومت میکنید در مسائلی که اصلا نسبت به مسائل علم ندارید؟ شما بهتر میدانید یا خدا؟ والله یعلم، الله تعالی میداند اعتقاد و مذهب انبیاء را و اعتقاد و مذهب پدر انبیاء ابراهیم را و انتم لا تعلمون، و شما نمیدانید. چرا اختلاف دارید در چیزی که اصلا علم ندارید؟ اصلا علم ندارید، اختلاف برای چی؟ الله تعالی میداند ابراهیم دارای چه دینی بوده و آیینی، شما که نمیدانید. برات ابراهیم از فرق سلاسه، این هر سه مخاطب مستقیم قرآن، یهود، نصارا و مردم عرب که تعبیر از مشرکین میشه، اینها خود را به ابراهیم منتسب میدانستند. هم از نظر نسب ابراهیمی بودند، نسبان هم سید بودن، ادعای مذهب ابراهیم را هر کتا داشتن. سید ما که هست، نسبان هم ابراهیمی بودن، مذهبان هم ابراهیمی، ادعای مذهب ابراهیم را دارن. چرا؟ یهود و نصارا از نسل حضرت یعقوب و اسحاق بنی اسرائیل ابن ابراهیم، و قریشی ها از نسل اسماعیل ابن ابراهیم خلیل الله هستند. هر ستا مخاطب قرآن و مخاطب پیغمبر مدعی به تقدس ابراهیم، هم نسبا خود را ابراهیمی میدانند و هم مذهبا خود را ابراهیمی میدانستند. هر یکی میگو من ابراهیمی و من ابراهیمی و من ابراهیمی. الله تعالی گفت به ایمانها نه ابراهیم یهودی بوده، نه نصرانی بوده، نه مشرکی بوده. به ایمانها همه شما شرک کفر و باز هم ادعای ابراهیمیه. ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا، نبود ابراهیم در زندگی این یهودی های خسیس که نظرهای عزیر میخورن، این لاشخورا. ابراهیم نبود از این لاشخورا. نشستن چون مثل شاهین ها برای لاشخوری سر قبرها نشستن لاشخوری میکنن. نبود ابراهیم یهودی و نه نصرانی، ولكن كان حنیفا مسلما. بود ابراهیم مائل از تمام ادیان. حنیف را معنی کرده اینجا مائلا عن الادیان الباطله، او همتن مسلمان بود، همتن موحد بود. ابراهیم از تمام مذاهب باطله یک طرف بود، حنیف بود یعنی مائل عن الادیان الباطله. مسلم سر تا پا در برابر فرمان خدا تسلیم بود، یعنی موحد، یک خدا را فقط میخواند و عبادت میکرد. و ما کان من المشرکین، ابراهیم از این شرک کنندگان مکه هم نبود. شرک میکند 360 مجسمه را مالش میکند و نیایش میکند و طواف میکند، و ابراهیم همین بوده. اون بت شکن بود دیگه، خودش بت نشد. ما کان من المشرکین اعتقادا عملا. خب ابراهیم نه یهودی بوده، نه نصرانی بوده، نه شرک کننده بوده از این شرک کنندگان عرب. پس ابراهیم چی بوده؟ او ابراهیم چی؟ الان درست کردم.
یک عده صحابه را و یاران رسول الله را شیعه میدونن، یک عده سنی. ها؟ و صحابه در زمان صحابه شیعه و سنی به نام مذهبی بود. دینی که رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم داد دین اسلام بود. فرمود ان اول الناس بابراهیم. ابراهیم چی بوده؟ اللہ تعالی میگه نزدیکترین انسان به ابراهیم، به آیین ابراهیم، به مکه در زمان ابراهیم و هذا النبی و این پیغمبر هو الذین آمنوا و آنهایی که ایمان آوردن با این پیغمبر. ابو بکر ابراهیمی است، علی ابراهیمی است، حسن ابراهیمی است، حسین ابراهیمی است، طلحه و زبیر ابراهیمی است. والذین آمنوا، اینها نزدیکترین انسان ها به ابراهیمند. و ما لا انتم، شما نیستید. سروران گرامی، امروز مردم فقط به نسبت ها خوشند. ما ابراهیمی، ما عمری، ما صدیقی، ما فاروقی. بابا گوی از صدیق هم در تو هست، گوی از فاروق هم در تو هست. فقط ادعای نسبت ها، فقط نسبت ابراهیم، نسبت فلان، نسبت فلان. اللہ تعالی میگه نسبت ها درد نمیخورن، نسبتونه که با خدا داشته باشی. سبحان الله. اینجا اللہ تعالی الله ولی المؤمنین، اللہ تعالی میگه این نسبت ها درد شما را دوا نمی کند. نسبت همان نسبت خوبه که با خدا باشد و خدا نسبتش با مؤمنین است. خدا نسبتش با کیه؟ با مؤمنین است. والله ولی المؤمنین. یکی میگه من با فلان پیر نسبت دارم، یکی میگه من با فلان بزرگ نسبت دارم. اللہ تعالی میگه نسبت های دهنی درد نمیخورن. نسبت اونه که شما ایمان داشته باشید که الله ولی المؤمنین. ابراهیمی باشی، خود را ابراهیمی بگی نگی، لیکن اگر مؤمنی تو الله ولی المؤمن. حجا بنده یادداشت کردم التعلق مع الله کاف مغن عن تعلق الخلق. نسبت و تعلق با خدا کافی هست، مغنیه از تعلق مخلوقات. تعلق مخلوقات که میخواهم بکنن وقتی تعلق شما با خدا نیست، شما با خدا نسبتی ندارید، شما با خدا آشنایی ندارید، نسبت مخلوق چه دردی را دوا میکند؟ وجه اختلاف چرا یهود و نصارا با وجود علم، با وجود علوم آسمانی، با موجودگی تورات و انجیل، چرا اینها دارن خصومت میکنن با پیغمبر خدا؟ اللہ تعالی میگه در حقیقت اینها را این مرض کفری و شرکی که دارن میخوان این کفر و شرک را بر این امت تزریق. علت اصلی اختلاف نادانستن و نافهمیدن نیست. در حقیقت میخواهند اون باطلی که آخونده ها در طول تاریخ، آخونده ها یهود و نصارا درست کردن و به خور مردم دادن، امروز میخواهند بر این پیغمبر و صحابه این پیغمبر تحمیل کنند. این همه خصومت برای چیه؟ ودت طائفة من اهل الكتاب لا یذلونکم. لو مصدریه، جمله را به معنی مصدر میکنه، معنی میکنم دوست دارد یک عده از اهل کتاب گمراه کردن شما را، آرزوی گمراهی شما را دارند، میخوان مثل خودشان که گمراهند و بیراهند شما هم گمراه و بیراه بشید. لیکن کور خواندند ما یضلون الا انفسهم
اینها گمراه نمی کنند در حقیقت از دین حق مگر خویشتن را در نتیجه اضلال مبتلا می گردند و ما یشعرون، لیکن شعور حماقت خود را ندارند، بیشعورند. اینها فکر می کنند تربیت یافته نبوت گول اینها را می خورد، نبی از اینها فریب می خورد. سبحان الله. اینها فکر می کنند که تالی قرآن از اینها فریب می کند، اینها شعور ندارند، اینها کاملا بیشعورند. نتیجه اضلال به خود آنها برمیگردد، اینها را جهنمی می کند. یا اهل الکتاب، ملامت بر زلال، ملامت بر اضلال. اینها با شما اختلاف می کنند پیغمبر به این خاطر که شما را گمراه کنند، صحابه شما را گمراه کنند. به اینها بگو پیغمبر من قل 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 یا اهل الکتاب، او اهل کتاب، او آخوندهای زیر بغل کتاب، لم تکفرون بآیات الله. مولا هم کافر میشه، شما میگردید کافر کیه؟ و گاهگاهی مولا هم کافر میشه. یا اهل الکتاب لم تکفرون بآیات الله، اینها آیات الهی چرا انکارشون میکنی؟ شما میبینی وقتی آیات الهی خوانده میشه دلائل قرآنی فوراً مثل روبا میزنن دمی و میرن به جای دیگر، میشستن فلان تاریخ در فلان تاریخ چنین آیات الهی را جواب بده. لم تکفرون بآیات الله و انتم تشهدون، شما هم اقرار میکنید به حقانیت آیات. در تورات نوشته پیغمبر آخر الزمان دارای دو قبله هست، در انجیل نوشته، همه انبیا شاهدی دادن که در آخر زمان نبی با عظمت و شان می آید. چرا الان اون آیات تورات و انجیل را نادیده میگیری؟ پشت پرده میگی ها همون نبی که در تورات و انجیل ما صفات دیدی همون نبی است. نرید و نصارای نجران ملاینه و مباهله با نبی نکنید، این همون نبی که در تورات نوشته. این همه دلائل در مدح صحابه هستند. الله تعالی صفات صحابه را ذکر میکند، تک صفات در صدیق اکبر یافت میشن. السابقون الاولون من المهاجرین والانصار. بعضا میگن نه صدیق غصب کرد. و ظالم کجا غصب کرده؟ خدا تعریف میکنه. و این وقت نجران مگر پیش یهودی ها نرفتن، مشوره نکردن، برای مباهله آماده شون نکردن. به همین خاطر الله تعالی میگه لم تکفرون بآیات الله. آیات الهی را میخوانید و الان زیر بار نمیرید که بله پیری شما، مرشدی شما و آقای شما زیر سال میره. دیگه زیر سالی نمیره مگر همه شما شاگرد برید و بشیدید پای درس پیغمبر، همه برید مرید بشید. حالا ما که تا الان مقتدا بودیم و مرشد بودیم و جهان دست پای ما را بوسیده، حالا ما بریم جلوی پیغمبر به عنوان شاگرد و بیمان ها آیات الهی را چرا انکار میکنید؟ لم تکفرون بآیات الله و انتم تشهدون، خود شما گواهی میدید که این نبی برحق است. یا اهل الکتاب، وقتی می آمدن پیش پیغمبر دیگه حیله بازی میکردن، حق و باطل قاطی میکردن. این مرض بر اضلال، برای گمراه کردن اینها التباس میکردن. یا اهل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، او اهل کتاب چرا مخلوط میکنید در محضر جهال حق را با باطل، و چرا کتمان میکنید حق را در محضر خوانندگان؟ و انتم تعلمون، خود شما میدانید که ما اینجا داریم تلبیس میکنیم، خود شما میدانید که داریم کتمان میکنیم. حق را چرا با باطل قاطی میکنید؟ حق اطاعت کن، باطل اجتناب. حق و باطل را مخلوط میکنی و مطرح میکنی و روزه میخوانی و بلبل تو هست در دنیا.
شما میدانید حقه، عدم جواز لبس و کتمان را هم میدانید. شما میدانید که حق را با باطل مخلوط کردن و مطرح کردن یا حق را کتمان کردن. تورات انجیل چقدر وعید گفتن برای آنهایی که کتمان حقایق میکنن، حق را مخفی میکنن، کتمان میکنن یا حق را با باطل مخلوط میکنند و مطرح میکنند. آیات صریحه الهیان با نصوص قاطعه که خدا میگه مردم منو بخوانی. نگفته خدا، آیات صریحه نیستن، لیکن میگه بابا وابتغوا الیه الوسیله وابتغوا الیه الوسیله، یعنی کشف میکنم. خب جناب وابتغوا الیه الوسیله معنی اینه که انبیا را فریاد بزن، اولیاء را و آنها را سجده کن و برای آنها نظر بده و موت و حیات آنها را تجلیل کن. این چیه؟ وابتغوا الیه الوسیله معنیش همینه. انبیا را بخوان، اولیاء را بخوان، ایام موت و حیاتشون را تجلیل کن. این معنیش وابتغوا الیه الوسیله. اینا وسیله هم. و در جواب قال ربكم ادعوني استجب لكم، این آیات صریح. این همینه وابتغوا الیه الوسیله. وابتغوا الیه الوسیله همینه. این مرضه به خدا که پیغمبر اسلام فرمود روایات صحیح که شما امت من مو بی مو از یهود و نصارا تقلید، هر چی یهودی ها کردن شما میکنید، آنها لبس کردن در این امت، آنها لبس هم میکنن، حق را با باطل مخلوط مطرح میکنن. همه میگن عبادت حق خدا هست، عبادت حق خدا هست، پرستش حق خدا هست. خب عزیز من، عبادت که حق خدا هست چیه؟ بگو. یکی نمیگه، یک ملا و آخوندی نمیگن که عبادت که حق اختصاصی خدا هست چیه. اینا نمیگن. این همون تلبیس حقه. شما نمیگی عبادت حق خداه؟ چقدر شما شنیدید از این وعاظ دنیا که بگن اون عبادت که به خدا اختصاص دارد چیه؟ بگید برای من. سجده عبادت هست یا نه؟ خدا و قبرها را چرا سجده میکنه؟ طواف عبادت و حق خانه کعبه هست. محل طواف را اللہ تعالی گفته ولیطوفوا بالبیت العتیق. هر قبر ولی را و هر قبر نبی را طواف میکرد. طواف، سجده، رکوع، به فاصله 100 متر به حال رکوع میاد اونجا که به قبر میرسه میفته. این چیه؟ اینه که گفته. این اگه سجده عبادت و حق خدا فقط برای خدا به زمین سر را پایین بیاد. این تلبیس حق بالباطل همینه میگن. لما تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق و انتم تعلمون. شما هم میدانید جلوی حاجی ها گوسفند قطار میکنن میکشن. این چیه؟ این چیه؟ این کار را پیغمبر شما کرده، قرآن به شما دستور داده، ائمه به شما دستور دادن. کی داده؟ اینه برای من بگو. هیچ. این مهمانی و مهمانی مگر همین خون کثیف و نجس دم مسفوحا تو به حاجی خون میدی؟ هنو چرا پاهایش زیر دست و پاش میکشی، خونه های نجس بر لباس حاجی پاک تو میریزن؟ این کار را پیغمبر کرده پیغمبر دستور داده. وقتی پیغمبر از حج و عمره و غزوات بر میگشتن، امت در جلوی پیغمبر گاو و گوسفند و شتر میبردن میکشتن. وقتی حضرت علی از حج و عمره بر میگشت، حسن براش جلوی حضرت علی میکشتن. چیه این چیه که شما درست کردید؟ ها مهمانی و بابا در
در مهمانی گوشت مقصوده یا خون مقصوده؟ اینو برای من بگید. در مهمانی مقصود چیه؟ شما برای مهمان بره‌ای بکشید و موقع شام و نهار بازنجانی ببری بدی به مهمان، آیا شما مهمان را اکرام کردی؟ اکرام مهمان در مهمانی مقصود گوشته که گوسفند را جلو بکشید وقتی مهمان آمد قبل از ورود. اگر شما میخواهید مهمانی بدید زائرین را و زیارت کنندگان این زائرین حرم شریف را، تو پس بکش در قصب خانه، بکش در خانه، گوشت آماده کن، پلو بپس باز ببر بده تا زهرمار کنه. تو اول میبری این خدا حساب کردی. خدا گفته جان حیوان را برای من فدا کن، به نام من بگو بسم الله الله اکبر، جان و روح مال من، اینه برای من فدا کن. نگفته خدا؟ یعنی نعوذ بالله این حاجی شده خدا باید برایش قربانی بکشی، جلوی پاهاش میکنی. این تلبیس حق بالباطله. تا میگه مهمانی، آقا مهمانی گوشت ببر بده، در مهمانی خون میدی؟ نه، این دیگه همون تلبیسه که میگم فشار مهمانی بده، گوشت آماده کن بده. کی تو رو مانع شده؟ 100 گوسفند بکش و 100 روز هم زائرین این زائر خانه کعبه را گوشت بده اگر تو واقعا مردی. کی مانع تو شده؟ این کار را نکرده خدا نگفته، پیغمبر نکرده، صحابه نکردن، ائمه نکردن. کار باطله. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. قالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار. خب از این کانال دیدن که بابا همه ترفندهای ما و همه ادعاهای ما را به باد داد پیغمبر، قرآن همه را به باد داد و فتوای کفر ما را هم صادر کرد. لما تکفرون به آیات الله، و یک ملای را بگن لما تکفرون به آیات الله، و ملا تو چرا کفر میکنی به آیات خدا؟ اون ملا منفجر نمیشه. قرآن کتاب خداست، ترس خداست. یا حلال کتاب لما تکفرون به آیات الله. مراجع تقلید و مفتیان اعظام را بگن لما تکفرون به آیات الله، گردن شما را نمیبرن؟ بابا اونها ادعا کردن نحن ابناء الله و احباؤه، جایی که در جامعه جا زده بود ملا یهودی و نصرانی میگفت من محبوب خدا، غیر از من تو به خدا نمیرسی، بیا من سجده کن تا به خدا برسی. الله تعالی میگه لما تکفرون به آیات الله وانتم تشهدون لما تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق وانتم تعلمون. حالا دیدن که از این کانال جای دیگه نرسیدن، حالا شروع کردن شاگردان خود را گفتن گوش کنید. برید اول روز دید که پیغمبر با این همه ارتش، با این همه سرفروشان در مقابل ما استاد، حالا میخوان کاری بکنن که شاگردان پیغمبر را متزلزل کنن، شاگردان پیغمبر را متفرق کنن. این عده سرفروش که در محضر پیغمبر آمده است اینها را متفرق کنن. گفت میدانی چه کار کنید؟ اول روز میرید اظهار ایمان می نشینید و درسی و سبکی از قرآن میگیرید و از شاگردان، آخر روز دیگه بگید که ما خیری ندیدیم. این چطور میشه؟ کلاسی که پیغمبر تشکیل داده علما رفتن در این کلاس، دانشمندان تورات و انجیل رفتن خیری ندیدن. پس به سوادان میگه واقعا چیزی نبود. اگر می بود این علما تحت تاثیر قرار می گرفتن، این دانشمندان تورات و انجیل تحت تاثیر قرار می گرفتن، حتما اونجا یک درسی واقع نبود. اینها رفتن نزدیک، تشخیص دادن، اول می گفتن که اینها نزدیک نمیرن.
حالا که رفتن نزدیک دیگه اونهایی که ناخوانن، اونهایی که بی علمن، اونهایی که بیچاره سوادی چیزی ندارن، تو الان در محضر پیغمبر عاشق شدن، اینها متزلزل میشن. بله اگر این خط پیغمبر خط درستی می بود، این مکتب محمد مکتب صحیح می بود، این علما را تحت تاثیر قرار میداد. علما رفتن در کلاس درسش ثبت نام کردن، نشستن، لیکن نتیجه خیری ندیدن، برگشتن. از این کانال اون شاگردهای بی سواد و بی علم هم متردد و شکاک میشن که حتما این پیغمبری نبود. علما تشخیص دادن. مردم به علما اعتماد ندارن. به هر کسی هر که اعتماد دارد تا حتی الامکان حرفاش توجیه هم میکنه که مقصد حضرت این بوده، مقصد استاد این بوده، توجیه میکنه. نه این خاطر الله تعالی خبر کرد پیغمبر را، قالت طائفة من اهل الكتاب، گفت یک دسته تدبیر اضلال مؤمنین، انکشاف ترفند علمای اهل کتاب را قرآن دارد بیان می‌کند. گفت یک دسته از اهل کتاب، یعنی اون سرگندهای بزرگشون، اون مراجع بزرگشون، گفت آمنو بالذی انزل علی الذین آمنو، برید ایمان بیارید به اون کتابی که نازل کرده شده به واسطه پیغمبر بر اون انسان هایی که ایمان آوردن، تا این نکته استاد را یاد، تا که غیر متعصب شدن شما ظاهر شود. وجه النهار، ابتدای روز، اول روز، وَاكْفُرُوا آخِرَهُ، آخر روز هم انکار کنید. آخر روز که شد ما خیری ندیدیم در این کلاس درس محمد صلی الله علیه وسلم، در مسجد النبی هیچ خیری، هیچ للهیتی، هیچ خداپرستی. این پیغمبری که اینقدر خب مدعی خداپرستی، ما هیچ چیزی ندیدیم. خب این کار را چرا؟ غرض از این تدبیر لعلهم یرجعون، تا این شاگردهای بی سواد از مکه هجرت کرده و آمده از دور بر این پیغمبر برگردن، یا این انصاری که به صحبت پیغمبر نائل شده از این ترفند برگردن. این امیینی که الان با پیغمبر همراه این هست، کلاس ثبت نام هم متفرق شد، پیغمبر تنها بماند. و توصیه هم کردن که لا تؤمنو. مولوی صاحبان ترکیب این آیه را اگر ندانی معناش هم برای شما مشکل میشه. الا من تبع دینکم، این مستثنا. این چیه؟ ان یوتا احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم. این دو جمله معطوف و معطوف علیه هستن، مستثنا منه. چه هستن؟ مستثنا منه. سهل‌ترین ترکیب همینه که من برای شما دارم عرض میکنم. لا تؤمنون را معنی میکنم لا تقرون، آیه که جزوه داره نوشته لا تقرون. حالا من توصیه کردم، ببینید هرگز یقین نکنید و تصدیق نکنید و اقرار نکنید که کسی دیگر داده شده است مثل آنچه به شما داده شده. و بعد دیگه می گفتن خب اگر ما ایمان نیاریم پردای قیامت ما را پیش خدا ملامت میکنه اینها. گفت اصلا این باور هم نکنید که کسی با شما خصومت میکند نزد رب شما. این دو مطلب را از هیچ کسی قبول نکنید مگر آنهایی که پیرو دین شما هست، یعنی ما مراجع. لا تؤمنو، از صمیم قبل تصدیق نکنید این مطلب را که داده شده کسی مثل آنچه شما داده شده اید، یا اینکه خصومت میکنند آنها با شما روز قیامت نزد رب شما. شما این مطلب را تصدیق نکنید الا لمن تبع دینکم، مگر کسی را که پیرو دین شما.
پیرو دین شما یعنی ما مراتب تغییر مگر کسی را که پیرو دین شما. لا تصدقوا لا تؤمنوا بمعنی لا تصدقوا ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم. اینو باور نکنید، اقرار نکنید که داده شده کسی مثل آنچه شما داده شده اید، یا این هم تصدیق نکنید که خصومت میکنن روز قیامت با شما نزد رب شما. الا لمن تبع دینکم، مگر کسی که پیرو دین شما اون تصدیق کنید، یعنی مراتب تقلید خود را. قل بگو، جواب اول از قول یهود این لا تؤمنو. قل ان الهدى هدى الله، هدایت خداست، هدایت در اختیار خداوند متعال است. از این تدبیر چیزی به دست شما نمی آید. هدایت که خدا بکند اون هدایت الله هست. صحابه رسول الله را الله تعالی هدایت کرده، از این تدبیر شما چیزی به دست نمی آید. و بگو پیغمبر ان الفضل بید الله، فضل به قبضه قدرت الله است که فضل ویژه نبوت باشد. یؤتی من یشاء، عنایت میکنه اون فضل به هر کس بخواهد. والله واسع علیم، الله وسیع القدرت وسیع العلم است، به بارگاه او کمی نیست، وسیع علیم، کجا و چقدر به چه کسی چه مقامی مناسب است. او وسیع القدرت است، وسیع العلم است، چقدر و به کجا و چه مقامی مناسب است. خلاصه از یختص برحمته، خدا اختصاص میده به رحمت خاص نبوتش. من یشاء، هر کس را خدا بخواهد، از هیچ یهودی لعنتی و جهنمی و از هیچ مرجع تقلید نصارا خدا مشوره نمیگیرد، اختصاص میده به رحمت خداش، به رحمت خاص نبوت هر کس را خدا بخواهد. والله ذو الفضل العظیم، الله صاحب فضل عظیم است، او صاحب فضل بزرگ است. خلاص از اون فضلها بخواهید که کسبی است. نبوت یک فضل وهبی است، کسبی نیست. این از کسب و از درخواست و از تمنا و از طلب نبوت گیر نمی آید. نبوت یک فضل ویژه الهی است، بدون مشورت هیچ کسی به هر کسی میخواهد میده. الله صاحب فضل عظیم است. از اون فضلهای کسبی بخواهید، علم بخواهید طلب کنید علم را، هدایت بخواهید طلب کنید هدایت را. خب این ترفندانه ها را قرآن رد کرد. بعد یک مسئله دیگره که آنها طبیعتشون با خیانت عزیز شده. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.